سلام، من آزینم و اینجا چنل آزین تراسته. امروز میخوایم در مورد درمان 0 تا 100 همه آرزوهای پوستی صحبت کنیم. حتما ویدیو رو تا انتها نگاه کن. اگه میخوام آرزوهای پوستی رو براتون نام ببرم، میتونم از خشکی و چربی شروع کنم. چربی بیش از حد یا خشکی بیش از حد، این دوتا میتونن جزو آرزوهای پوستی قرار بگیرن که ما رو دچار مشکلات دیگه میکنن. در کنار این حساسیت بیش از حد پوست میتونه یک آرزه باشه. در کنار این آرزه‌های دیگه مثل لک، مثل جوش، مثل چین و چروک، پوست شدن پوست، مثل کدری و شفاف نبودن پوست، حتی اگزما و خیلی چیزهای دیگه که وجود دارن، همه اینا توی دسته آرزه‌های پوستی قرار میگیرن. اما یک نکته خیلی 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 مهم وجود داره. اونم اینه که تمام این آرزه‌های پوستی علت اصلی به وجود اومدنشون کم آبیه. همین کم آبی، دهیدرات بودن پوست میتونه پوست ما رو دچار خشکی بیش از حد، چربی بیش از حد، حساسیت بیش از حد، اگزما، چروک، لک، جوش و خیلی چیزهای دیگه بکنه. اما خبر خوب اینه که اگر من بتونم کم آبی پوستم رو به شکل درست و اصولی از بین ببرم، میتونم تمام این آرزه ها رو مهار کنم. دیگه فرقی نداره چه آرزه‌ای دارم. با آبرسانی اصولی پوست میتونم هر آرزه‌ای که دارم رو رفع کنم. یه نکته خیلی مهم رو اینجا بهتون بگم. شاید با خودتون بگین مثلا لک وقتی ایجاد میشه روی پوست به خاطر اینه که ممکنه مشکل هورمونی باشه، ممکنه مشکل آفتاب باشه، ممکنه مشکل این باشه که ما خوب از پوست مراقبت نکردیم و خیلی علتهای دیگه میتونه داشته باشه. یا برای جوش هم دقیقاً همینطور. جوش ها میتونن جوش های هورمونی باشن، جوش های نوجوانی باشن، جوش های خشکی بیش از حد باشن و خیلی چیزهای دیگه که وجود داره. تمام اینها درسته. اما نکته مهم اینجاست که هر علتی پشت آرزه پوستی باشه، اون علت باعث شده پوست ما کم آب بشه و بعد دچار آرزه بشه. پس اگه بتونیم کم آبی رو رفع کنیم، آرزه هم از بین میره. در کنارش خیلی مهمه که اون علت اصلی رو پیدا کنیم و بتونیم رفعش کنیم. و مهمترین چیزی که باید برای آبرسانی پوستتون بهش دقت کنین اینه که سر خود آبرسانی نکنید. سرم هیالورونیک اسید استفاده نکنید. سر خود محصولات مختلفی که برای آبرسانی پوست هستن رو استفاده نکنید. به خاطر اینکه هر آرزه‌ای و هر پوستی آبرسانی مدل خودش رو لازم داره. برای همه نمیتونیم یه نسخه ببندیم و بگیم همه وقتی از هیالورونیک اسید استفاده کنن پوستشون آبرسانی میشه و آرزه هاشون برطرف میشه. اصلا اینطوری نیست. خیلی مهمه که برای آبرسانی کردن پوستتون حتما از یک مشاور حرفه‌ای پوست و مو کمک بگیرید. چرا هیالورونیک اسید رو نباید بدون تشخیص درست و با مشورت درست استفاده کنید؟ چرا هیالورونیک اسید روی سری از پوستا ریاکشن برعکس نشون میده و باعث میشه پوست خشک‌تر بشه؟ تمام اینها رو توی ویدیوی بعدی کامل براتون توضیح میدم. حتما چنلم رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم روشن کنید تا متوجه ویدیو بعدی بشین. مرسی از اینکه وقت گذاشتین.